با سلام به بینندگان وفاداری رادیو آزادی، سرخط رویدادها را از استودیوی مرکزی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 29 آگوست است. از افزودن شماره هلاک شده ها در تاجیکستان در پی سیل آبخیزی ها میگوییم. بد شدن سلامتی محمد اقبال صدرالدین، قطع فشار به محبوسان تاجیک در روسیه بعد مکتوبشان به رادیو آزادی و ناراحتی وزیر معارف تاجیکستان از آماده نبودن بعضی مکتب‌ها در ختلان به سال نو خوانش. موضوعات دیگر را نیز داریم. شماره هلاک شده ها در نتیجه سیل و آبخیزی های شب 27 آگوست در تاجیکستان به 17 نفر رسیده است. امید یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، صبح 29 آگوست به رادیو آزادی گفت نجات بخشان دیروز جسد 3 زن و یک مرد دیگر را از دریای کوفرنیهان در شهر وحدت پیدا کردند. روز گذشته تعداد قربانیان 13 نفر اعلام شده بود. حالا کمیسیون مخصوص ضرر رسیده از آفات طبیعی را حساب دارد و بیش از 100 خانواده موقتا از منطقه آسیب پذیر وحدت به جایهای امن کوچانیده شدند. همچنین روی ماشینگردی وحدت رو مترو نیز از گل و سنگ پاک کردند و حرکت ماشین ها برقرار شده است. بینندگان عزیز، ساعت 18 به وقت دوشنبه در برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی به این موضوع برمیگردیم. پسر محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان، میگوید پدرش روز گذشته بیمار شده است و حالا در شعبه احیاگری یکی از شفاخانه‌های فرانسه بستری است. عمر محمد اقبالیان روز 28 آگوست با نشر عکس‌های پدرش در فیسبوک نوشته است که حال محمد اقبال صدرالدین بعد از ظهر دیروز بد شد و از هوش رفت. در این عکس‌ها او با چشمان بسته در بستر بیماری است. به قول عمر محمد اقبالیان، پدرش چند روزی اخیر مشغول نوشتن بود و تقریبا نمیخوابید. یکی از دوستان محمد اقبال صدرالدین به رادیو آزادی گفت که او بیماری قند دارد و به سبب افزایش میزان قند احوال او بد شده است. محمد اقبال صدرالدین 44 ساله در فرانسه پناهجوست و در وبسایت اصلاح و صفحه های همنام آن در شبکه‌های اجتماعی عملکردهای حکومت را با لحن تند تنقید و مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی مردم را به طور گسترده انعکاس می‌کند. صفحه های او را دادگاه تاجیکستان افراطی اعلام کرده است و دسترسی به آنها در کشور منع می‌باشد. 10 محبوس تاجیک از زندان شهر میدین روسیه که ادعا داشتند آنها را برای رفتن به جنگ اوکراین ثبت نام کردند، میگویند بعد از نشر شکایتشان در رادیو آزادی و دخالت سفارت تاجیکستان وضع تغییر یافته است. روز 17 آگوست یک گروه از محبوسان از زندان رقم 4 شهر میدین گفتند که 150 زاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ اوکراین مجبوری نامنویس کردند. در مکتوبی که روز 28 آگوست از نام محبوسان دسترسی رادیو آزادی شد، گفته می شود پس از نشر شکایتشان و دخالت سفارت فشار مقامات محبس برای سفر کردن آنها به جنگ بس شد. سال قبل 10 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. تا این دم خبر مرگ 20 نفر آنها رسانه‌ای شده است. دادگاه شهر سوچی در روسیه 2 سرباز، یکی را برای سرپیچی از بازگشت به جنگ اوکراین و دیگری را برای سرکشی از رفتن به جنگ به 2 سال کارهای اصلاحی محکوم کرده است. دادگاه هفته گذشته حکم نموده است که یوری مالتسیوسکی به اجرا نکردن فرمان برای بازگشت به جنگ اوکراین به 2 سال کارهای اصلاحی و ایوان کاشین به 2 سال و 3 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرده شوند. به گفته دادگاه، یوری مالتسیوسکی که با امر فرماندهانش برای رفتن به جنگ‌های اوکراین سرپیچی کرد جزای سخت‌تر گرفت. ایوان کاشین رو که قبلا در جنگ‌های اوکراین شرکت داشته است جزای اندک سبک‌تر دادند. در صورت محکوم شدن به کارهای اصلاحی، زندانی زیر نظارت پاسبانان نیست و حق دارد بعد کار آزادانه به نزد خویشاوندانش روا کند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در ولایت ختلان برخی از مکتب‌ها به شروع سال نو خوانش آماده نبودند. ضمن بازدید وزیر معارف از چند مکتب این ولایت معلوم شده است که بنابر بی‌توجهی مسئولین حکومت شهر، تریزه‌های بعضی از این مؤسسه‌های تعلیمی در ناحیه‌های 5 و عبدالرحمن جامی شکسته، دیوارهایش فرسوده بوده و فرش‌هایش رنگ و بار نشدند و میدانچه‌های ورزشی هم کار نشایمند.
این در حالی است که تا آغاز سال خونیش همگی 3 روز دیگر باقی مانده است. به مسئولین دستور شده است که کمبودی‌ها را برطرف و مکتب‌ها را به قبول خوانندگان آماده کنند. در ضمن آلمان برای بنیاد مکاتب در ولایت‌های ختلان و سوغد و شهر دوشنبه 14 میلیون یورو کمک رایگان می‌کند. با این هدف بین وزارت رشد و اقتصادی تاجیکستان با بانک آلمانی رشد سازشنامه به امضا رسیده است. سفیر تازه‌ترین ایران در تاجیکستان به دوشنبه آمد. علیرضا حقیقیان را در فرودگاه نمایندگان وزارت امور خارجه تاجیکستان و کارمندان سفارت پیشواز گرفتند. ضمن ملاقات کارمندان وزارت با سفیر نو اظهار امیدواری شده است که مناسبت‌های و همکاری‌های دو کشور در روحیه همدیگر فهمی ادامه خواهند یافت. علیرضا حقیقیان تا تعیین شدنش به مقام سفیر ایران در تاجیکستان معاون وزیر امور خارجه اوراسیا و سفیر ایران در ارمنستان و پاکستان بود. ایران در تاجیکستان 2 طرح بزرگ نقب استقلال و نیروگاه سنگتوده 2 را عملی کرده است. پس از رابطه‌های سرد چند سال پیش عین زمان 2 طرف به هم نزدیک می‌شوند. دوستان عزیز، فرصت است برای اعلان قربی ارز خارجی در تاجیکستان. بانک ملی امروز 29 آگوست ارزش 1000 روبل روسی را رسای 115 سومانی تعیین کرده است. نرخ $1 10 سومانی و 96 درم و 1 یورو 11 سومانی و 85 درم مقرر گردیده است. قیمت ارز خارجی در بانک‌های تجارتی کشور میتواند فرق کند. بینندگان عزیز، با خبرگزاری‌های دیگر شما را 4 ساعت بعد در برنامه تحلیلی و خبری رادیو آزادی انتظاریم. روزتان خوش.